بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ای رحمت عام یا ابا عبدالله، ای ذکر مدام یا ابا عبدالله. حالا که نشد حرم بیایم آقا، از دور سلام یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا سید الشهدا. سلام مردم، سلام هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. هنوز به دعای خیرتون ما حرم مطهر امامزاده سید علی هستیم، زیر سایه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم. اینجا هستیم، نایب الزیارتون هستیم. ایشان از فرزندان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستند، با 3 واسطه فرزندشون هستند و مثل خودشون باب حاجات و کریم و بنده نواز و خیلی ها اینجا دست پر برمیگردن بعد از زیارت این امامزاده واجب التعظیم و لازم التکریم. انشاءالله نصیب و قسمت شما بشه خیلی زود اینجا ظاهر باشین و هممون یه همچین شب جمعه ای ظاهر با معرفت امام حسین جان علیه السلام باشیم، مخصوصا در ایام 40 که خیلیاتون الان در تکاپوین و بالاخره قسمت ما میشه نمیشه، دارین مهیا میشین که برین سفر. انشاءالله که نصیب و قسمت همه آرزومندان بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دم واستبيح حريم. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. خدا رو شکر که بازم توفیق رفیق حقیر شد تا در خدمت شما باشم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم عزیز که خیلی دوستشون دارم. آقا سلام، خوش آمدید، قبول بشه. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز در این شب جمعه که شب زیارتی اربابمون حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست. آرزو میکنیم ان شاءالله خدا هر چه زودتر توفیق زیارت اون حضرت الهی آمین به ما و همه آرزومندان عنایت بفرماید. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین به حق امام حسین. خب دیشب هم فرمودین به هممون دیگه، الان دیگه بهش اذعان داریم، با یک پدیده آخرالزمانی شگرف مواجه هستیم به نام پیاده روی یا زیارت اربعین یا پیاده روی اربعین که الان جنبه پیاده رویش خیلی موضوعیت داره و بیشتر هم شده. راجع به آثار زیارت امام حسین علیه السلام زیاد شنیدیم، مثل آثار اشک بر مصائبشون و اینها، کلا همه چیزشون خاصه. امام حسین، تربتشون، زیارتشون و اینها، یکی از چیزایی که درباره ایشون هست خاصه همین زیارتشونه. و حالا در ارتباط با پیاده روی اربعین هم آیا نکاتی داریم؟
تعابیری داریم از معصومین سلام الله علیهم اجمعین یا خیر؟ اگه ممکنه بفرمایید. بله، من امشب میخوام درباره همین موضوع صحبت بکنم. زیارت امام حسین مخصوصاً با پای پیاده. به عنوان مقدمه عرض کنم ما کتابی داریم در بین کتب رواییمون که کتاب بسیار معتبری هست به نام کامل الزیارات. این کتاب رو که از علمای بزرگ ما نوشتن به نام ابن قولوی که ایشون الان مزار مطهرشون هم در کاظمین هست، در داخل حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در فاصله بسیار کمی با ضریح مطهر. اونایی که مشرف شدن کاظمین اگر در ضلع پایین پای حضرت قرار بگیرن، در رواقی که پایین پای حضرت هست، 2 تا قبر اونجا هست، که قبر شیخ مفید، که قبر ابن قولوی. کتابی که ایشون نوشتن کتاب بسیار معتبری است و روایاتش به نظر بسیاری از علمای ما تماما معتبر هست. روایات قابل اعتمادی هست. در این کتاب راجع به زیارت ائمه علیهم السلام، زیارت پیامبر و آدابش و فضائلش ابواب متعددی رو ایشون قرار دادن. باب 49 عنوانش اینه: ثواب و منظار الحسین علیه السلام راکبن او ماشیان. پاداش کسی که به زیارت امام حسین بره، حالا یا با پای پیاده یا سواره. و مناجات الله لزائره، خدای متعال با زائر امام حسین مناجات میکنه که تو این روایات توضیح داده شد. حالا من هر چقدر رو برسم امشب، هر چقدر رو نرسیم فردا شب انشاءالله خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. اولین روایت این از امام صادق سلام الله علیه، خطاب به راوی که نام راوی حسینه. فرمود یا حسین من خرج من منزله یرید زیارت قبر الحسین ابن علی علیه السلام، اگر کسی از خونش بیاد بیرون با هدف زیارت قبر امام حسین علیه السلام، ان کان ماشیان، اگر پیاده داره حرکت میکنه، کتب الله له به کل خطوة حسنة، به ازای هر قدمی که برمیدارد خدا یک حسنه در نامه عمل او ثبت میکنه. و محا عنه سیئة، خدا به ازای هر قدمی که برمیداره یه گناهشو پاک. اونایی که گناهکاری، اونایی که نسبت به گذشته زندگیتون شرمسارین، اگر دنبال راه جبران میگردین، بهترین راه این کاره. شما همونطوری که قدم برمیداری، قدم قدم خدای متعال سیئات رو پاک میکنه، حسنات رو افزایش میده. ببخشید این سوال میپرسم، میگه اگر کسی واقعا فقط به این نیت باشه بره زیارت اربعین، این من از آقا شنیدم که آقا گفتن اگر که هر قدمی که برمی‌داری یه گناه، یادم افتاد من گناه زیاد دارم، دنبال یه راهی هم بودم، خودشون هم فرمودن حالا اصلا الان برای همین فقط میخوام برم پیاده روی و زیارت اربعین رو برگردم، مثلا کاری به دیگه به زیارت و چیزای دیگه‌اش ندارم، فقط میخوام برم همین اتفاقی میفته. یعنی به قصد زیارت داره میره دیگه، میخواد این اهدافم رخ بده، برای زیارت داره میره دیگه، داره میره زیارت کنه امام حسین. بله دیگه، بله همینطور، همین اتفاقات میاد، مال همین هست. کسی از خونه‌اش اومد بیرون گفت برم زیارت امام حسین و میدونه که وقتی بره این اتفاق میفته، اصلا انگیزش برای رفتن به زیارت امام حسین همینه. بله حتما این روایت شامل. آره انگیزش برای رفتن به زیارت امام حسین همینه، پاک شدنه. بله پاک بله. فرمود حتی اذا صار فی الحائر، قدم قدم گناهانش پاک میشه، حسنات نوشته میشه تا میرسه به حائر حسینی. حائر حسینی اون محدوده قبر سید الشهدا میگن. علت به کار بردن این واژه هم اینه که نقل میکنن در تاریخ بعضی از این جباران و بعضی از این سلاطین طاغوت سعی داشتن قبر مطهر امام حسین رو هم خراب بکنن، یعنی به قبر حضرت هم نمیتونستن اینا رضایت بدن. از جمله اونها متوکل لعنت الله علیه یکی از اقداماتی که کرد، آب رودخانه‌ای رو هدایت کرد به سمت قبر امام حسین که این آب بیاد و قبر رو تخریب بکنه، از بین ببره. نقل میکنن آب به سمت قبر آمد ولی روی قبر نرفت و آب دور قبر امام حسین گشت.
اون منطقه رو میگن حائر. حائر یعنی حیرت کننده و متحیر کننده. اون سرزمینی که آب وقتی اومد اونجا آب متحیر شد، آب روی قبر مطهر امام حسین نیومد. میگه اگر آمد شخص رسید به حائر حسینی، به اون منطقه قبر امام حسین رسید، کتبه الله من المصلحین المنتجبین، خدا او را در زمره مصلحان ثبت میکنه. مصلح از ماده صلوحه، یعنی کسی که تمام وجودش خوبی و پاکی و زیبایی است. ما در قرآن زیاد داریم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بله بله. اعمال صالح یعنی اعمال خوب. مصلح یعنی کسی که دیگه تمام اعمال و رفتار او اعمال و رفتار پسندیده و زیبایی است. المنتجبین، و کسانی که انتخاب شدن، مصلحانی که منتخبند و خدا او رو جزو برگزیدگان قرار داده. به قول مولوی میگه مژده بده مژده بده یار پسندید مرا. یعنی اونجا که رسیدی دیگه خدا تو رو پسندید، تو اومده بودی گناهات پاک بشه، اونجا رسیدی خدا تو رو انتخاب میکنه، خدا تو رو برمیگزین. حتی اذا قضا مناسکه، وقتی زیارتشو انجام داد و دعاشو خوند و به قبر مطهر حضرت عرض ادب کرد، کتبه الله من الفائزین، خدا او رو جزو برندگان ثبت میکنه. رستگاران. در قرآن داریم که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. برنده کیه؟ ما امروز واژه برنده رو زیاد میشنویم، یه رقابت فوتبالیه، نمیدونم توی رقابت ورزش. نه، اینا حالا یه 4 تا گل بیشتر زدن، برنده واقعی ها نیستن. برنده کیه؟ برنده اونیه که از آتش جهنم رهایی پیدا بکنه و به بهشت برسه. پات که رسید به بهشت، اون وقت بگو من برنده. ولی تا قبلش معلوم نیست کی برنده است کی بازنده. جهنمیان بازندگانن، بهشتیان برندگان. اینجا نگه داریم، اجازه میدیم؟ بله بسیار. همینجا رو فقط پس به اینجا رسیم که وقتی مناسک و اعمالش انجام شد، خدا او روز برندگان ثبت کنه، یعنی وارد بهشت شدی. خیلی خوب. بریم و برگردیم و یه سلام از راه دوری هم داشته باشیم، شب زیارتی از ابا عبدالله، و یه ذره حالمون جا بیاد، حالمون بهتر بشه و ادامه آثار و برکات زیارت با پای پیاده یا سواره که فرمودن اول روایت رو، آثارش رو بازم بشنویم و حظ ببریم. بسم الله. نکنه به زور برگشته، اونقدر صداش زدم که از دل تنور برگشته. نکنه به زور برگشته، تا که دید خراب تاریک میترسم نور برگشته. نور برگشته. ما از حرم بودیم تو جمع کم بودیم، ما محترم بودیم بی احترامی شد، رو خار رفتیم و ناچار رفتیم و بازار رفتیم و بی احترامی شد. رسیدن روی نیز قرآنم، ایمو پریشانم، ایمو پریشانم، ایمو. شب جمعه است، هوایت به دلم افتاده یا ابا عبدالله. شب جمعه است، هوایت به دلم افتاده، ای رفیق ابدی حضرت ارباب.
سلام صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الهی که خیلی زود تو بین الحرمین این سلام رو تقدیم بکنیم از همه دل و جانمون به محضر حضرت ارباب بیکفنمون. الهی آمین. آقا در خدمت. بله، درباره زیارت با پای پیاده صحبت بله. می‌کردیم. تا اینجا رسیدیم که وقتی آمد و زیارت کرد، خدا او رو در زمره فائزان ثبت میکنه. بله. حتی اذا اراد الانصراف، دیگه وقتی زیارت تمام شد حالا میخواد برگرده. اتاهم ملک فقال ان رسول الله یقرئک السلام. یه فرشته‌ای میاد میگه ای زائر امام حسین، من حامل سلام پیغمبر به سوی تو هستم. رسول الله به تو درود میفرستد. و یقول لک استأنف العمل. پیغمبر اکرم میگوید نامه عملت پاک شد. برو از اول شروع کن، مثل روزی که از مادر متولد شدی. فقط غفر لک ما مضی. تمام گذشته تو مورد غفران و بخشش الهی قرار گرفت. البته حالا من لازمه توضیح اینجا بدم و اون این که گناهان گاهی یک ابعاد حق الناسی داره. مثلا طرف مال مردم رو خورده، مثلا مال یتیمی رو بهش نداده یا به کسی خسارتی زده. خب حالا رفت کربلا و برگشت، دیگه پاک شد دیگه. پاک شد دیگه، یعنی مال مردم نمیگه. بگی مثلا پیش خودش فکر کنه پاک شده، نه اینجوری نیست. قطعا اینجوری بره. ما در قرآن مکرر این تعبیر رو داریم، الا الذین تابوا و اصلحوا. بله. توبه کنارش اصلاح میخواد، باید خرابی ها رو جبران بکنه. دلی رو شکسته باید اون دل رو ازش دست بیاره. غیر از اینها گاهی بعضی از کارها هست که اینها تکالیف شرعیه و قضا داره. نمازاشو نخونده، خب حالا رفت کربلا و برگشت، نمازایی که نخونده چی میشه؟ باید بخونه. حالا البته به اندازه‌ای که قدرت داره زندگیش نمیخواد مختل بشه، نمازهای واجبشو که بعد از این انشالله میخونه، نمازهای قضا رو هم به تدریج هر چقدر میتونه، هر شبانه روز یه شبانه روز کمتر بیشتر از نمازهای قضای قبلیش هم باید. روزه نمیگرفته، خال رفت و برگشت دیگه، روزه ها به این رفت، نه روزه ها سر جاشه، قضای روزه ها رو باید بگه. اتفاقی که میفته این که خدای متعال نامه عمل او رو از حیث گناهان پاک میکنه. یعنی دیگه بهش نمیگن چرا روزه نگرفتی، اما این قضاشو انجام نده فردا بهش میگن چرا قضای روزه رو نگرفتی. این قضا خودش یه تکلیفی بود، تکلیف باید انجام میدادی. پس این مد نظر باشه که این روایات به معنای صرف نظر از جبران گناهان نیست. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام میفرماد ان الرجل لیخرج الی قبر الحسین علیه السلام. طرف حرکت میکنه میره به سمت قبر امام حسین. فله اذا خرج من اهله به اول خطوه مغفرت و ذنوبه. اولین گامو که برداشت خدا گناهانش رو میبخشه. این خیلی جالبه. اون روایت قبلی میگفت این مسیر رو باید طی بکنه، هر گام که برمیداره یک سکینه پاک میشه. این میگه اولین گام رو که برمیداره همه گناهاش پاک میشه. حالا البته ممکنه اینا به اختلاف درجات ایمان انسان ها برگرده، به اختلاف نیت ها برگرده، یا میزان گناهان مؤثر باشه، چون این روایات بالاخره تفاوتش حتما ناظر به تفاوت انسان هاست، یا میزان اون عشق و دلدادگی و دلبستگی و اینا. بعضیا اصلا دیگه تو حال خودش زیارت. هم گام اول که برمیداره مثل امثال بنده است که کلی مسیر رو رفته میخواد برگرده. اون لحظه که میخواد راه بیفته اون حالی داره که من میخوام برگردم، تازه بعد از این همه طی مسیر اون حالا مثلا دارم. اصلا من حالا ببخشید این کلامتون، یه دفعه توی برنامه تلویزیونی به مردم عرض کردم، گفتم که نگاه به من و امثال من، اتفاقا شب جمعه هم بود مثل همین الان که شب جمعه است، عرض کردم نگاه به من و امثال من نکنین. الان شب جمعه خیلی راحت نشستم اینجا دارم حرف میزنم. واقعا بعضیا تو هر جای دنیا که ممکنه باشن شب جمعه که میشه بیتاب میشن، اصلا واقعا بیقرار میشن. کاش ما الان کربلا بودیم، کاش ما ظاهر امام حسین بودیم. و واقعا این میزان اون دلبستگی و احساس عواطفی که نسبت به سید الشهدا دارن نشون میده. بله، فرمود که فله اذا خرج من اهله به اول خطوه مغفرت و ذنوب. اولین گام
مغفرت. بعدش چیه؟ ثم لم یزل یقدس به کل خطوته. هر گامی که برمیداره قداست بیشتری پیدا میکنه. هر گامی که برمیداره قدسیت بیشتری پیدا میکنه. بله. یعنی مقامات او بالاتر میره، بالا و بالا، حتی یعتیه، تا میرسه به قبر امام حسین علیه السلام. فاذا اتاه ناجاه الله تعالی. وقتی رسید به قبر مطهر امام حسین، خدا با او نجوا می کند، خدا با او سخن میگه. ببینید ما با خدا سخن بگیم، خب این هنر نیست، همه ما با خدا حرف میزنیم. هر کسی دست به دعا برمی‌داره داره با خدا حرف میزنه. خدا با بعضیا حرف بزنه این مهمه. فقال عبدی سلنی اعتک. بنده من هر چی میخوای بخواه میدم بهت. ادعونی اجبک. دعا کن مستجاب میکنم. اطلب منی اعتک. هر چی میخوای بخواه عطا میکنم. سلنی حاجتا اقضها لک. حاجتی داری بخواه بلا فاصله برآورده میکنم. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام و حق علی الله ان یعطی ما بذل. و حقم هست که خدا اینطور سفره خودش رو پهن بکنه. برای امام حسینه، برای کم کسی نیست. اینو امام صادق میفرماید. یه وقت تعجب نکنی که آقا مگه چه اتفاقی افتاده، ما یه زیارت رفتیم دیگه، چرا خدا اینقدر داره بریزو به پاش میکنه، سفره رو پهن، چه خبره مگه؟ نه، شما این زیارت معمولی نرفتی، شما زیارت کسی رفتی که همه هستی خودش رو برای خدا داد. آره. خدا هم سفره خودش رو پهن کرده، هرچه دارد برای اون میدهد. حالا من جای قصه هست، اون قصه معروفی که مربوط به یکی از علما هست، ظاهرا سید بحرالعلومه. داشت تو مسیر کربلا حرکت میکرد، یاد این روایت افتاد که اگر کسی به زیارت امام حسین بره خدا همه گناهانش رو میبخشه و چنین چنان. برای سوالی پیش اومد که آخه مگه این زیارت چقدر برای ما زحمت داره؟ خب بالاخره مزدی که خدا میده باید متناسب با زحمت ما باشه. در همین حالی که داشت فکر میکرد، یک کسی همراه او شد تو مسیر و این کسی که همراه او شد ظاهرا حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا بودن. او فرمودن که سید توی همچی فکری هستی؟ گفت بله، سوال برام پیش اومد. ایشان یک ماجرایی رو نقل کردن. فرمودن یه پادشاهی از محافظینش فاصله گرفته بود و در بیابان راه رو گم کرد. رسید به خیمه یک خانواده مستضعف و محرومی، یه پیرمرد و پیرزنی، و اونها پناهش دادن. یه دونه گوسفند داشتن، اون گوسفند رو برای این پادشاه سر بریدن و شام خوبی بهش دادن. پادشاه فردای اون روز که بالاخره اطرافیان رو پیدا کرد، جلسه ترتیب داد در کاخ و گفت یه همچین قضیه‌ای رخ داده، یه خانواده اینطوری منو تکریم کردن، من چجوری میتونم پاداش اونها رو بدم؟ یه کسی گفت آقا یه گوسفند دادن، شما یه گوسفند بهشون بده. یه کس دیگری گفت نه، یه گوسفند دادن، شما 100 تا گوسفند بده، چون شما پادشاهی. وزیر این پادشاه که بسیار آدم خوشفکر و فهمیده‌ای بود و آقای پادشاه، این خانواده هرچی داشت به شما داد. شما اگه بخوای جبران بکنی باید هرچی داری به اینا بدی. حضرت به سید بحرالعلوم فرمودن ماجرای امام حسین همینه. امام حسین هرچی داشت به خدا داد، لذا خدا هرچی دارد برای امام حسین بذل و بخشش میکنه. یه وقت نگید که آقا من مگه چی کار کردم؟ شما کار زیادی نکردی اومدی زیارت، این آقا کار بزرگی کرد و خدا برکت این آقا بالاخره این سفره بزرگ رو پهن کرده است. فرمود و حق علی الله. جا هم داره که خدا اینطور برای امام حسین بریز و به پاش بکنه که انشالله قسمتمون بشه هرچه زودتر در رکاب حضرت علی بریم زیارتمون. الهی آمین. میگن وقتی از علی اصغرش رو اومد تو خاک گذاشت، یه دستی زد ابی عبدالله، گفت اینم دیگه چیزی برام نمون دیگه، همه چی رو دادم، که البته جون خودش مونده بود که اون رو هم در راه خدا تقدیم کرد.
آقا خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. زنده باشین. انشالله به شرط توفیق حیات فردا شب خدمتتون باشیم و استفاده بکنیم. دل بیمار فقط از تو شفا میخواهد، شب جمعه است دلم کرب و بلا میخواهد.